برنامه نوبتی قصه های مردم کوهستان از دهه آدینابایی دهات سرچشمه ناحیه به نام شمس‌الدین شاهین تهیه کرده شده است. قصه های جالب از این دهه شما را انتظار است. رفتیم. او دهخواری میکند، همینجا را آباد میکند، اساسا از کمبغل بای میشد. برای همین آدینه بای. در دهه آدینابایی این چشمه را چشمه چیلمزار میگویند. درباره این چشمه دیو نامش آبی گرو. آبی گرو؟ دیو نامش آبی گرو. هم ای آشراب ای بابا کلان موندگی. نام شبه دانه بابای استایسا میگفت هستند. برنامه استایسا. ای استایسا باد این امروز نبیره ها، عبیره ها، چبیره ها دوام دادست. دوام دادست است. بله. این سبد خالی نیست. اینجا قرود محصولاتی یکی از محصولات شیری خاک کرده می شود و همین طور ساکنان دهه قرود رو جمع میکنند و فصل زمستان قرود توپ تیار میکنند. شغله، شنب، شکری، روشک، چینایی. کجاش دهیمو؟ دوره ایجا؟ اونم باره. آدینابایی دهه تاریخی است. انا این بازیافت ها از همین دهه یافت شده.